دوام چند سال اخیر داوطلبان لیسه کسبی تکنیکی شهر حصار به مراتب زیاد می‌گردند. این از آن شهادت می‌دهد که نسل امروز کشور با آموزش کسب و هنر رغبت به اندازه داشته، همچون آینده سازان ملت و دولت برای صاحب کسب جهد و تلاش می‌نمایند. در نوبت خود ماموریت کوشش به خرج می‌دهد که برای تحصیل کسب آموزان شرایط مساعد را فراهم کند. امسال نیز برای آموزاندن کسب به جوانان کورس‌های آموزشی زیاد کرده شده است. در لیسه 425 نفر کسب آموزان هم دختران هم پسران کسب می‌آموزند. بعد از ختم البته بسیاری بچه‌ها ختم مشورت می‌گذارونیم، صحبت می‌گذارونیم. در آخر ختم بسیار به خدمت مادر وطن می‌روند و بعضیشون به دانشگاه عالی داخل می‌شوند. با بعضی گروه است که با مهاجرت مهنتی برای کار و فعالیت در روی اختصاص کار می‌کنند. و اینچنین در همو بعضی‌هاشون هم در همو کارخانه‌ای که ما کشاورزی کشاورزی که در همونجا کار و فعالیت میکنن، در همونجا یک مهر پیدا میشوه، همونجا هم بچه‌ها را دستگیری میکنن، با کار قبول میکنن. در کالج طبی شهر حصار نیز فاکولته‌های علاوگی گشوده شده است که جوانان میتوانند در این مؤسسه کسب و هنر آموزند. ما جوانان سعادتمند تاجیکستان شکرانه از آن میکنیم که در چنین فضای آرام و آسوده و چنین دولت بهشت آسا آزادانه زندگی میکنیم و صاحب کسب شده ایستاده ایم. در جواب به این غمخواری ها ما جوانان سعادتمند این کشور صاحب استقلال کوشش به خرج می‌دهیم که خوب و اعلی خوانده متخصصان ارزنده کسب خود شده در بهداشت صحتی عامه حصه‌گذار باشیم. کالج و لیسه‌ها در شهر حصار نیت دارند که همه‌جانبه بهر تیار نمودن متخصصان صاحب کسب و وطن دوست با استعداد سعی و کوشش بیشتر نموده از عهده اجرای وظیفه‌های کسبی خود برآیند و در تامین متخصصان ساحه‌های خواجگی خلق کشور سهم ارزنده گذارند. در کالج طبی شهر حصار که درس‌ها در دو سمت برآمده داشته است، یعنی که قسم نظریه دانشجویان در بینای اساسی می‌آموزند، تجربه درس می‌گذارند و قسم عملی را دانشجویان در یعنی که بازوهای یعنی که طبی و پروفیلاکتیکی یعنی که می‌گذارند. کالج طبی شهر حصار امروز با زیاده از 20 مؤسسه طبی و پروفیلاکتیکی شهرنامه دارد. یعنی شهرنامه طرفین دانشجویان موافق نقشه‌ها رفته در آنجا تجربه آموزی را می‌گذارند. با مقصد بلند برداشتن سویه دانش و آداب و اخلاق تربیت نمودن در روحیه وطن دوستی و خویشتن‌شناسی رابطه در آینده نقشه‌های زیاد را راه اندازی کرده است و کوشش می‌نماید که متخصصان را موافق به طلبات زمانه تیار نمایند.